مرحمت نان بشکنید، ارمان بشکنید. کدام یکایک شما را به این طرف خانه زیبا و برهوا صمیمانه و صادقانه به جشن وصال شاه داماد و گلعروس نازنین خیر مقدم میگویم. من سلامم را به نام آن خدا سر میکنم، هر کلامم را به نام آن خدا سر میکنم. السلام علیکم مهمانان عزیز، دوستان گرامی. واقعا شیشتنی دارد سری دسترخوان تاجیکی، مزه دارد خوردن یک برده نان تاجیکی. ای بیا با هم در آویزیم و سر بالا کنیم، کیف دارد شعر گفتن با زبان تاجیکی. امروز که دو عائله بزرگ، دو سلاله بزرگ فرزندان خود را خاندار میکنند، یعنی گلعروسک کیلین شده به خانه شاه داماد می رود. تمنا میکنیم که کدومش نیک باشد.